کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 ینور سال 2023 خبر داد که روز 23 ینور بر اثر آب و هوای بد روزهای آخر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو حادثه ناخوش رخ داده است. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شام 23 ینور تقریبا ساعت 18:20 مرد 36 ساله ساکن دهه بدز بالای جماعت برواز نویه راجقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان هنگام اعزامچینی در کوه در پیراهه یک بسته کوهی لغزیده افتیده است و سرش به یخ برخورده است. این ساکن بدز بالا بر اثر جراحت برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یادآور شد که از قبل ساکنان را هشدار داده بود که برفریزی و سردی‌های اخیر باعث یک بستن راه می‌شوند و به این دلیل کمیته از ساکنان خواسته بود که خیلی هوشیار باشند و احتیاط کنند. بنا به گزارش دیگر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، برفریزی‌های شدید روزهای اخیر خطر فرو ریختن ترمه‌ها و سنگریزی را در مناطق کوهستان جمهوری خیلی بالا بردند. از جمله صبح 23 ینور سال 2023 ساعت 08:20 در حدود دهه وسیع جماعت برتنگ نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگ زیادی از کوه فرو ریخته باعث ویران شدن خانه‌های استقامتی سه ساکن این ده شده است. خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندیده است. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه روشان حجم ضرر رسیده بر اثر این آفت طبیعی را معاین می‌کند. در رابطه با سطح بلند خطر فروریزی سنگ و ترمه و سیل‌ها، کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که چاره‌های بی‌خطری را رعایت کرده در این روزها در مناطق کوهستان و دامنه‌کوه از چراندن چاروا در چراگاه‌های کوهستانی، سیر و گشت در کوه‌ها و شکار و ماهیگیری قطعاً خودداری ورزند. کمیته همچنین از ساکنان خواسته است که از سفر به منطقه‌های خطرناک خودداری کنند و رانندگان در راه‌ها سرعت و فاصله بین واسطه‌های نقلیات را قطعاً رعایت کنند.